سلام علیکم بیننده سلامت و خانواده سلام باشید. امین در زیر چیزی ویدیوی ارپی را بینین پتین نیست دیگه کو ویدیو که دیگه 26 مینو 5 داده 26 یک تماشابین است که تماشابینان کتابخانه رو نمی‌بینن. بله تماشابینانی که جوانای اصلی است که مو کتابخانه رو نمی‌بینن. کسی که تماشا میکنه رو کو جوانان به خصوص کتابخانه رو نمی‌بینن. یک تا دویمش که من رو به سطر می‌بینن گفتیم کامپیوتر سایده که میتونن میدونن برای چی میتونن برای اینکه ندیدن این گونه زن را مثل من که سطردار باشد و برآمد کند آزاد در بین آدم گپ زند. این مهارت رو الله تعالی و کسی که خودش خواهد به آن کس این مهارت رو میدهد و من الله تعالی مهارتی سخنگویی رو داده است. پس من برآمد باید کنم. من مهارت سخنگویی رو دارم. من مهارت رو در مکتب خانی هم در برآمدها در مکتب برآمد میکردم، در دانشجویی هم برآمد میکردم که اینو میکردم که این بازی میکردیم وقتی دانشجویی من کاپیتان کماندا بودم در وقتی که بله من در همه جا فعالیت کردم آمدم بودم در شبکه‌های اجتماعی فعالیت هم بینید و حس کنید من چگونه انسان هستم. میگه که به قدر زیاد در میرسه ما رو کسی میفهمد که اون کس تو میگم که یک کتابی بدیهی رو خونده باشد، ورق زده باشد، قلم زده باشد، عکس این ما رو نمیفهمد. با جوان عصر 21 میدونید چه چیزها معقول با آنها؟ کسی که رقص کند، کسی که بازی کند، کسی که رکلام کند، کسی که حیات زن شوهریش نشان دهد، کسی که خشروی باشد و خشروی نشان دهد همه تماشا میکند. کسانی که مثل بد کنند خیلی بگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگن خیلی بگن بعد میگه او این مسلمانی زور بوده میبرن تماشا کنن. هسته من السلام علیکم میگم من میگه ای خیلی بسیار زنک خیلی لیکن ویدیو ما رو به نظر نمیگیرن. من میدونم اینو کسی که زیبوخش میپوشن که مثل فسون زن شوهر بعد خشرو کردگیان کلی بوس خیلی حجابی دروز بلند بعد خیلی بوت میگن تو این پیشویی دستشون کن خیلی بعد فسون کردگیان تاج توی سرشون میبینم ویدیو رو. من کار کنیست همونا رو هم خیلی تماشا میکنن که از تگ دل از دل جون تماشا میکنن با خوشبختی برای ما میخوان. برای ما هیچ کس نه خوشبختی برای ما میخوان نه کامنتاری مینویسن نه چی. اما میدونی چی فراموش نکنه که من رو الله تعالی خوشبخت‌ترین انسان آفریده است. من خوشبخت‌ترین انسان هستم. به لایک و به کامنتاری شما هم احتیاج ندارم، لیکن میبینم که چقدر ما رو شما نادیده میگیرید، چگونه شما رو نادیده میگیرید که من میبینم چقدر به انسان‌هایی که زیب و زینت میکنن، فساد میکنن، خشوع میکنن خودشون همین قدر لایک میمونن که حجابای چی میگن خیلی خشوع دقت جلب کننده میپوشن، همین قدر آنها لایک میمونن و کامنتاری مینویسن. همین قدر اینه در یک شبانه چقدر لایک میمونن. در من یک تا لایک نمیمونن. یک تا لایک گفتی تو چیکار خدای جونی نمیمونن. کامنتاری و طرف است پجلیس و طرف است. یکی چه فراموش نکنید بود میگم که من خوشبخت‌ترین انسان هستم. خوشبخت‌ترین انسان هستم برای اون کی میدونی برای این چی؟ یکمش این که ملت تاجیک هستم. پس از آن که برای الله تعالی مسلمان آفریده است و از دنیای شما مسلمان هم رفت خوشبخت‌ترین است که مسلمان و تاجیک هستم. و باز اینکه من انسانی هستم که بغیر از سخن خوب و نیک دیگر یگان سخنی رو به کسی من گفته نمیتوانم. این خوشبختی است که هر کس اینو نداره. فهمیدین؟ این سومش مسلمان هستم، تاجیک هستم و سخن خوب بغیر از سخن خوب چیزی نمی و دست دهنده دارم. دست دهنده دو این بالا است و کسی که خیر نکرده است که نمیدونه خیر چی است. خیر کردن برای آدم خیر نکردگی دشوار است. فهمیدین؟ بعد طالباندا میگوید مثل من طالباندا گفتم خودم خیر نکردگی بعد طالباندا میگویند بعد میگن که پول ریختگی نیست که ما پول چینده بیاریم ما پول آسمان نمیرزه بچینیم. بعد هر گپ میگن این آدمایی که خیر کردگی نیست و خیر کردن برای آنها دشوار است. میگن که ندیدگی دید و بعد میگن تقاش کفی جوشت میگن لایک میدونین هم که واسه خیر نکردگی خیر کردن نمیتونن. همین یعنی که انسان هایی که دقت جلب کننده میکنن برای که لایک مونن باید یک چیزی خوشروی باید باشن، یک چیزی فسون باید باشن. باید که شوهرش آورده برش نشون بده من شوهر ندارم مرا اهمیت نمیده. اگه شوهر نداره آدم میگه چی در تماش کنم. شوهر داره یا اهمیت میتین لایک میمونن با شوهرش میبینن. آدمایی که لباس دقت جلب کننده پوشن اونها رو میمونن. آدمایی که طعام خوری او خودخوریشون نشون میدن اونها رو لایک میمونن. آدمایی که حوالیشون من حوالی ندارم من طعام پزی نشون میدم برای من همین نمیتونن. اینو آدمایی که چی میگن چق کنی گپی چی میگن زندگیشون رو باید نقل کنن. همونو اینو دا تعجب آور است، شوق آور است. وقتی که من به شما سواد و علم و معرفت رو به شما میگم کتاب خوانید و معلومات گیرید در ورقهایی که نشون به شما من چاپ کردم برای شما در همونو تماشابینو یک 10 15 نفر لایک تمام نیست.
یعنی که فهمیدم که به شما دانش تماما در کار نیست و شما فقط چیزهایی چی میگن مسخرگی و خنداوری و چی میگن گپزنی و لق لق گفتی تاجیکو چق چق و لق لق برای تماشاگران بسیار شوق آور است. بله کسایی که لباس های زیبا میگن که دیگه خجالت نمیپوشن حالیش نشون میدن تمام پزیش نشون میدن زن شوهر در سیر گشت پیکنیک میرن اونها رو مثلا که وای میکنن. اما که زنی تنها هستم، من که ایجان نشین هستم، من خونه که ندارم نشون نمیدم، شوهر که ندارم نشون نمیدم، من که کودکم نشون نمیدم، وای با کودکش نشون میدم که برای همین با لایک میگیرن. من شوهر که ندارم نشون میدم، خانه دارم نشون میدم، فرزند که نشون نمیدم، برای همین برای من لایک نیست، برای من کامنتری نیست. اما برای من چی است؟ رحمت خداوند هست. برای من چی است؟ برکت از جانب الله تعالی است. برای من چی است که خداوند صحت سلامتی من را برای من این رو یک از همه چیز قیمت ها برای من است که هیچگاه به شما دیگر نگویم که برای من یک قسمتی که جوابم رو الکی نگرفتم. مرا طلبنده گفتین ندارم، هیچ فراموش نمیکنم گپ شما رو که مرا طلبنده گفتین خنده میگیره. تو خنده آور علامور نه، خنده آور این است که مسخره کرده، علامورش این است که هموطن خودم، همدین و همزبان خودم مرا طلبنده گفت. یگان روس ننویس غیر تاجیک. من در روسان موندم که زبانی روس ویدیو کردم، یگان کس ما رو طلبنده نگفت، هموطن خودم رو طلبنده گفت. برای میگه علامواری خنده آور است. میدونم که چگونه انسان ها در شما لایک میمونید. من میبینم، تماشا میکنم که چگونه انسان ها لایک میگیرن و کامنتری میگیرن. مثل من انسان ها در عالم نیست. مثل من یک تومان هستم، یک تومان در عالم ما هستیم. من هستم که من لایک ندارم از طرف شما در ویدیوهایی که من نمیدونم ویدیوی فایده‌آور من لایک ندارم، کامنتری تماما ندارم. این بر از آن برمیاد که من یگان انسان هستم که در عالم نمیگیرم لایک رو. من یگان انسان هستم که از یوتیوب درآمد ندارم. در عالم هم درآمد دارم، من ندارم. ببین من یگان انسان هستم که لایک ندارم، کامنتری و تماما ندارم. یگان چیز ساز. دویمش که تماشابین من به هزار رسیدگی نیست. تماشابینان من. سومش که چی میگن؟ подписчикای من به هزار رسیدگی نیست. چهارمش که من پول نمیگیرم. پنجمش که من ویدیو کردنم رو دوام میدم خدا خواهد انشاءالله. و ششم و هفتم این که من در آینده تا زنده هستم به منفعت انسان ها میکنم و فرق ندارد از کدام دین از کدام آیین هست. من برای آنها دو این ویدیو کرده میمونم. به کدام زبانی که میدونم، تاجیکی است، عربی است، روسی است، انگلیسی است، ویدیو کرده خواهم ماند انشاءالله. میدارم.